ای بنده تو سخت بی وفایی، از کبر به سوی ایمان نآیی. گر دردی هم به جان زارت، ناچار شوی دویده آیی. آنگاه که تو را شفا ببخشم، آسوده شوی دیگر نآیی. در اصل انسان همین است و از نیامد همیشه الله کمک کن، خدایا از مشکلات رهام ده. وقتی آسوده شدیم شفا داد خدا، الله را فراموش میکنیم. برای همین این آدم هم از جمله آدمان ناسپاس است. این وعده ای که داد است اجرا نمیکند، زود است که خداوند به همون حالت اولش او را مبدل میگرداند. این یک سنجش از جانب پروردگار است.